جمع‌آوری پخته در خواجگی‌های کشاورزی شهر کنیبادام متشکلانه ادامه داشته، پخته‌کاران نیت دارند که سال جاری با استفاده از امکانات موجوده حاصل خوب به دست آورند. امروزها در همه خواجگی‌های کشاورزی شهر جمع‌آوری حاصل پخته با مرام ادامه داشته، کشاورزان بهره بی‌تلف جمع‌آوری نمودن حاصل طلای سفید از تمام واسطه و امکانات‌ها ثمرناک استفاده می‌برند. باعث قناعتمندی است که در جمع‌آوری سری وقتی و بی‌تلف حاصل پخته در برابر خواجگیداران و چینکچیان سهم حشرچیان نیز خاصه بوده، آنها همه روزه سرجمعانه به چیدن پخته می‌برایند. از جمله روزهای استراحت زیاده از 1000 نفر حشرچیان نمایندگان ساحه گوناگون شهر اسفره برای کمک در پخته‌چینی در خواجگی‌های جماعتی دهاتی فیروزآبی کنیبادام با ثمر مهنت نمودند. امروز مایان کارمندان مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی شهر اسفره برای پخته‌چینی، برای جمع‌آوری طلای سفید به خواجگی‌های دهقانی شهر کنیبادام من آمدیم. هوا بسیار هم مساعد برای چیدن طلای سفید و من باوری دارم که ما کارمندان همه کسا طریق حشر یک فایده ما نفع ما برای همین جمع‌آوری طلای سفید البته میرسد. به شرافت چاره‌های سری وقتی اندیشیده شده، رعایت معیارهای اگروتکنیکی پرورش پخته و زحمت دهقانان میسر شد که امسال حاصل خوب رویانیده شود و حالا باشد در صحرا حاصل فراوان است. دهقانان با زحمت و رنج و بیدارخوابی‌ها حاصل فراوان را نائل شدند و اکنون تلاش دارند تا ثمره این رنج‌ها بی تلف جمع‌آوری شود. مقصد دهقانان و حشرچیان غیرتمند این است که حاصل در صحرا شکفته را در همین روزهای گرم و مساعد بی تلف جمع‌آوری نموده حاصلناکی زمین‌ها را نسبت سال‌های گذشته بلند بردارند. 1450 گکتار کشتی پنبه‌دانه گذرانده شده است. در عموم در حدود جماعت فیروزآباد 330 خواجگی پخته‌کار موجود میباشد. امروزها برای چیندن پخته از همسایه شهر ما از شهر اسفره قریب 1000 نفر به شهر کنیبادام برای چیندن پخته آمدند. نقشه ما 3360 است که روزهای نزدیک ما به نقشه خود میبراییم. باید گفت که بهر هوسمندسازی چینکچیان و حشرچیان به محصول مهنت شرایط خوبی مهنت و استراحت فراهم آورده شده، خواجگی‌ها آنها را در نصف روزی با خوراک گرم تأمین می‌نمایند. این است که در روند جمع‌آوری حاصل زحمت مرد دهقان، چینکچیان چابکدست و حشرچیان و سهامداران با دل گرم مهنت نموده روزی از 80 تا 120 کیلوگرمی طلای سفید جمع‌آوری نموده سرعت اجرای نقشه را می‌تیزانند. من امروز ما یک چند کارمندان کسب و کاری گوناگونی شهر اسفره برای حشر، برای جمع‌آوری طلای سفید، برای جمع‌آوری پخته و دستگیری کشاورزان شهر کنیبادام آمدیم. می‌خواهیم کمی باشد هم سهم خودمان را برای خدمت دولت، برای خدمت پخته گذاریم. در مجموع در این روز با قوه حشرچیان زیاده از 70 تانه پخته جمع‌آوری و به خرمن امسال ریخته شد. باید گفت که در شهر کنیبادام سال روان استحصال زیاده از 12000 تانه پخته به نقشه گرفته شده. از آغاز موسم بیش از 6751 تانه پخته جمع‌آوری و نقشه استحصال 52.6% اجرا گردیده است. صابر ایوبی، شهر کنیبادام، اخبار.